مردم مدینه عیبی داشتن که کم و بیش همین الان ماده. نمیشه عظمت کاری که پیغمبر اکرم انجام داد رو بگیم متوقف با دشمنی چند نفر شد. ببخشید پس 10 سال پیغمبر اکرم با کیا زندگی داشت میکرد؟ هیچ اثری نداشت. محبوبیت رسول خدا کم نبود. بعد این محبوبیت چجوری به بچه‌هاش منتقل نشد؟ و بعد این همه دشمن آخه برای چی؟ اگر مهاجرین بغض و کینه‌ای به امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن، انصار که نداشتن؟ مگه در ماجرای فاطمیه امیرالمومنین اومد میدان؟ نه، حضرت زهرا سلام الله علیها اومد میدان. خب حضرت زهرا چه مشکلی با کی داشت؟ چی بود ماجرا؟ نگیم دشمنی، بلکه یه کودتای 4-5 نفره بوده. بعد اون کودتاگرا هم قدرت نداشتن، بعد دیگران هم سر دشمنی ننشستن که ببینن این 4 نفر چی کار میکنن. صحنه رو باید شناخت. مشکل کجا بود؟ عدم احساس مسئولیت سیاسی که قدرت دست کی میفته. ولمون کن تو رو خدا، لازم نیست ما هممون دشمن باشیم، کافیه سست باشیم. مردم مدینه در زمان فاطمیه عیبی داشتن که کم و بیش همین الان ماده.